خمینی دوره نخست وزیری همین جناب موسوی رو اومد مدرک و دلیل آورد که شما کی چقدر خوردی، چقدر دزدیدی، چقدر بردی، زندانهای خصوصی که بود و غیره، تا دوره آخرین دوره خاتمی و دوره خود احمدی نژاد هم جناح مقابل پتشگوی آبی. جمهوری اسلامی از خودش رد شد در این انتخابات و جامعه این رو دید، این رو فهمید که موقعش بلند شیم و از شر کل این گله اوباشی که به خودشون میگن جمهوری اسلامی راحت بشیم. همه جناحاش، همه کاندیداهاش، از آیت اللهش تا امام جمعهش تا رئیس جمهورش تا مجلسش و همه چیزش، جامعه بلند شد که کل سیستم رو بزنه. منتها با همون سیستمی که تو دنیای واقعی جوامع فعالیت میکنن، با همون سیستمی که در دنیای واقعی انقلاب ها شکل میگیرن. انقلاب، من قبلا هم گفتم، اینطور نیست که مردم با آخرین شعارشون روز اول میان تو خیابون و اینو ادامه میدن تا پیروز بشن. هیچ انقلاب اینطور نبوده و چنین تاثیر اصلا بچگانه است، پیچیده‌تر از این هاست مکانیزم انقلاب. ولی قانونبندی بشه واسش داد این هست که در اولین فازش، در اولین حرکتش، مردم از امکانات موجود بین رژیم استفاده میکنن که حتی الامکان سطح امنیتی، توازن قوای مساعدی برای خودشون به وجود بیارن که در چارچوب قانون و مکانیزم‌های قانونی بیان و رژیم رو بندازن. مهره معینی، شخصیت معینی، بخش معینی از حکومت رو نشانه بگیرن و سعی کنن با مکانیزم‌های درون خود سیستم اون بخش رو بزنن، نه برای اینکه بقیه سیستم رو میخوان نگه دارن، به عنوان گامی که میشه بعدش راحت‌تر، بهتر، سریع‌تر همه رو زد. خود انقلاب 50 با شعار مرگ بر شاه اینو نشون میداد، میگفتن شاه باید بره، مثلا همه میدونستن شاه باید بره، چیز از اون سیستم نمیمونه و اون حرکت شروع شد. این انقلاب هم به نظر من به این ترتیب شروع شده. انقلابی که میبینید مضمونش و اهدافش از شعارهای امروزش و از اشکال مورد امروزش هویدا نیست. باید عمیق بشناسید جامعه رو. گرچه در مورد ایران شعارهای امروزش هم خیلی جاها از حکومت اسلامی نمیخواین، ولی با این حال اساساً میبینید رنگ سبزی به اصطلاح به خودش زده یا دوست داره اینطوری خودشو نشون بده، برای اینکه نشانه گرفته احمدی نژاد و میدونن فقیه پشت احمدی نژاد. این رو جامعه میدونه و نه تنها بعد از انتخابات، قبل از انتخابات عده زیادی که رأی دادن به موسوی این بود که احمدی نژاد بره و میدونستن احمدی نژاد بره فقیه هم سرازیریه. در واقع جامعه هم به یک معنا انقلاب مخملی دیده بود و میگفت حالا که این گله اوباش، این دار و دسته‌های دزد و غارتگر به جان هم افتادن، من برم پشت اون کسی که اگر جناح مقابل بزنه من بتونم راحت‌تر باش تعیین تکلیف کنم و طبعا خیلی محاسبه درستیه که برم پشت اون جناحی که فقیه و رئیس جمهورش رو بزنه، باند حاکمو که 4 سال خون مردم در شیشه کرده بود بزنه کنار. اون وقت فضا باز خواهد شد که بلند شم و قوی‌تر جلو بیام. مارکس یک تعبیری داره، میگه موش کور انقلاب خوب نقد میزنی. به نظر من این رو در مورد حوادث اخیر میبینید. تاکتیک ها اجتماعاً بدون که رهبری باشه، بدون که کسی از بالا صادر کرده باشه، ولی وقتی توده ها به سیاست میان به نظرم از هر سیاستمداری باهوش‌ترن. وقتی توده مردم قدم به خیابون میذاره، از هر نماینده کهنه‌کار پارلمانی پشت تریبون مجلسش حرفه‌ای‌تره، عمیق‌تره و میدونه چی کار میکنه. حتما بخشی توهم دارن، حتما بخشی فکر کنن موسوی بیاد دیگه به گلستان میشه و به مدینه فاضلشون میرسه، ولی اینها اولا بخش خیلی کمی از این حرکت هستن و ثانیاً همونها هم به طور ناخودآگاهی میدونن که این ایستگاه اوله، یا در واقع توقعات و انتظاراتی دارن که ته دلشون میزنن این موسوی 67 اهل اون کار نیست، ولی این بیاد تا از اشترون راحت بشیم که با هم این توقعات و انتظارات رو به گردن خودش آویزون کنیم و اینم بکشیم پایین. موش کور انقلاب داره نقد میزنه و درست حرکت میکنه. این حرکتی که بنابراین امروز در خیابان ها میبینیم از قبل از انتخابات شروع شد. اولین تاکتیک مردم، اونهایی که رأی دادن، این بود که بریم
موسوی رو بیاریم که اونو بزنه. خیلی ها فکر کردن این یعنی علاقه مردم به موسوی، این یعنی فکر میکنن موسوی میاد حتی کوچکترین خواستاشو میده. به نظر من خیلی دست کم گرفتن شما مردمه کسی که این تحلیل رو میده. موسوی همه دیدن، ایشون جزئی از نظام بوده. همین امروز هم در نماز جمعهش جناب خامنه‌ای گفت ایشون نخست وزیر خود من بوده. اون دوره‌ای که رئیس جمهور و نخست وزیر داشتیم جناب خامنه‌ای رئیس جمهور بود. در همون دوره جنگ نکبتباری که هزاران هزار کشته داد ایشون نخست وزیر بوده. و نه فقط جنگ، در اون دوره‌ای که در یک تابستان چندین 10,000 نفر رو رقم واقعی پیدا نشد اعدام کردن و در گورستان خاوران و گورستان‌های مثال اون بی‌نام به خاک سپردن. جناب موسوی نخست وزیر بود، جناب دستش در دست جناب خامنه‌ای بود به عنوان رئیس جمهور. و اینجا بذار تو تفسیره به عنوان تفسیر هم بگم کسی که امروز داره شعار میده که باید به اصطلاح به خونخواهی 30 نفر یا شاید حتما خیلی بیشتر هم باشه در حال کشته های حواس اخیر بلند شد، خودش 1000 برابر این رو در دوره نخست وزیریش به گلوله بسته، در دادگاه های 5 دقیقه‌ای اعدام کرده زندانیا رو. بعد از جنگ ایران عراق بود و اینا باید تسلیه میکردن. معلوم جامعه فکر نمیکنه کسی اومد که حالا خیلی بهتره. جامعه میره پشت موسوی برای اینکه بقیه رژیم و به خصوص احمدی نژاد و ولی فقیهش رو بزنه. نمیره پشت موسوی برای اینکه اثباتاً فکر میکنه قراره ایشون معجزه‌ای بکنه. ولی در هر حال این حرکتی است که توده ها با تشخیص درست شرایط و اینکه چطور باید از دعواهای بالا استفاده کرد میزن تو خیابون و شروع میکنن نقش ایفا میکنن در تعیین سرنوشتشون. انقلاب یعنی سیاست رو به خیابان بردن و با خیابان تعیین تکلیف کردن. یعنی کارگر، توده، محروم. در جامعه ایران باید گفت 50% زنان که زندگی مادون انسانی دارن در جامعه ایران، اینها در خیابان ها شروع میکنن سرنوشت رو در دست گرفتن و انعکاس این رو فوری در چهره دشمنانشون در بالایی ها به اصطلاح حکومتگران میبینن و این حرکت فازهای متفاوتی داره. انقلاب یک سیر خطی نداره که شما یک تپه‌ای رو بگیرید از دامنه برید دو قله. انقلاب پر از فراز و فروده، پر از فراز و نشیبه، پیچ و خمه و جامعه وارد این روند که شد در واقع انقلابی رو شروع کرده که مراحل مختلفی خواهد داشت. ما امروز در مرحله اول یکی از عظیم‌ترین انقلاب‌های تاریخ جهان هستیم، شاید در برابر حکومتی که یکی از ارتجاعی ترین و جنایتکارترین حکومت‌های تاریخ. میگم یکی از عظیم‌ترین به خاطر اینکه من انقلابی و سراغ ندارم که در روز اول شروعش میلیون ها به خیابون بیان و نه فقط یک شب، الان یک هفته است میلیون ها در خیابون بیان و بمونن علی‌رغم که میدونن چه رژیم خاری در مقابلش، علی‌رغم میدونن که با چه ماشین کشتاری روبروان، ولی در این مقیاس میلیونی. این مقیاس میلیونی البته ممکن شده چون گفتم دعوای بالایی‌ها هست، ولی یک قدم عقب‌تر برید چرا دعوای بالایی‌ها هست، ببینید برمیگردید باز به نقش مردم. اصلا دوره که خاتمی اومد سوال در مقابل همه جناح‌های رژیمی بود چطور میتونیم به بهترین نظام اون رو حفظ کنیم. خاتمی گفت با این شیوه، جناح فقیه گفت